بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران محترم، شما گزارش دیوان محاسبات شنیدید. من تشکر میکنم از دیوان محاسبات به خاطر تهیه این گزارش و ارائه اون. هرچند چند نکته هم همونجا بود که من میخوام یه خورده کلی‌تر و به ریشه برخی از مشکلات اشاره کنم. ریشه اینه آقای حاجی بابایی، ما مجلس نداریم. همکارا دلتون رو خوش نکنید به نشستن روی این صندلی‌ها. مجلس هیچ کار است. مجلس هیچ کجای این بازی ها نیست. الان 461 همت از صندوق برداشته شده تا الان. سران نشستن، مصوب کردن، اذن گرفتن. بدون اذن انتشار اوراق توسط سران، توسط مصوبه شورای هماهنگی 263 همت، یعنی حدود 720 همت افزایش منابع توسط سران ایجاد شده. مجلس کجای کار بوده؟ کل منابع دولت 2500 همته که 720 همتش اصلا مجلس تو جریان نیست. شما برای 10 همت اینجا تصمیم میخواید بگیرید، باید بره کمیسیون، بره تلفیق، بره تو سهم، بره هیئت عالیه نظارت، بره شورای نگهبان. 1000 تا ایراد میگیرن، بالا و پایین میکنن. 720 همت. شما چی کارید توی مملکت؟ ما دلمون رو به چی خوش کردیم؟ همین الان سازمان تامین اجتماعی داره مجلس رو دور میزنه، میره سران مجوز میگیره. بانک‌ها دارن از سران مجوز میگیرن، مجلس رو دور میزنن. قانون اساسی میگه هر گونه تغییر در منابع و مخارج باید تو مجلس باشه. همین الان سر این یارانه‌ای که اومدن برنامه‌ریزی کردن، قیمت روغن از دیروز سالا که پیدام نمیشه، میخوان ببرن تو جلسه سران حلش کنن. آقای حاجی بابایی، من چندین بار گفتم در اینجا رو ببندین، واقعا همین بودجه رو خرج مردم کنید. ما اینجا هیچ کاره این دوستان. همین الان استیزاها، آقا دیروز رئیس مجلس اینجا 2 دقیقه تحمل نکرد یه نماینده بره پشت اون تریبون باشه. ببندیم. ما این صحبت ها رو شما کجا میکنید؟ نه آقای رئیس مجلس اجازه 2 دقیقه آقای سمسامی پشت گفت اینجا آیین‌نامه اجازه نمیده، برو اونجا پشت صندل. آقا آیین‌نامه الان 5 ماه درخواست 71 نماینده برای استیضاح وزیر جهاد و کشاورزی گذشته، آیین‌نامه اجازه میده. طبق چه کاری شما اجازه نمیدید استیضاح انجام بشه؟ این مردمی که تو خیابونن میگن آقا ما میخوایم اعتراض کنیم، یه عده میان اختشاش میکنن، ما مجبوریم بریم کنار. حرف ما رو کی میزنه؟ غیر از اینه که اینجا باید بزنه. اینجا میتونه حرف بزنه. آقای حاجی بابایی اینجا اجازه داره حرف بزنه؟ اینجا هیئت رئیسه میذاره استیضاح هر چیزی شما جلوش گرفتید. من که میگم منظور هیئت رئیسه از شخص رئیسه. طبق کدوم بنده آیین‌نامه شما اجازه نمیدید؟ آقا طبق آقای نماینده، شما نماینده نیستید، درد از اینجا درمان کنید. مجلس باید برگرده به جایگاهش. دلتون رو خوش نکنید به اینجا نشستن. ما باید در تصمیم گیری ها حضور داشته باشیم، باید عقل جمعی کار کنه، نباید یک نفر تبدیل بشه به سوپرمن خودش بره مشکل. آقا اینجا 290 نفرن. خیلی ممنون.